قمرینیسا حفیظ و همسری عمرعلی قوتوف رهبر فقیه گروه 24 در زایشگاه یک کشور غربی که بعد از ترور شوهرش به آنجا پناه برده است فرزند به دنیا آورد و به این طفل خود نشانه نام داده است. قمرینیسا در صحبت با رادیو آزادی گفته است دختر نوزادش با نام نشانی از عمر است که قیمتترین چیز برای وی و فرزندانش مانده رفته است و میگوید در حالت تولد حالتم بسیار بد بود و چند بار میخواستم دست به خودکشی زنم. همیشه زیر نظارت دکتران بودم. در حالت تولد هم مثل روز مرگ شوهرم آه و ناله میکردم چون که این یکمین طفلم بود که بی پدر به دنیا آمد. 5 فرزندم را پدرشان دیده بود خرسندی میکرد، اما این دخترک هنوز در بدنم از پدر محروم ماند. در ادامه سخنان خود قمرینیسا حفیظ و میگوید نشانه با وزن 2 کیلو و 600 گرم به دنیا آمده است و تولد وی دور از خویش و تبار و دور از وطن برایش مشکل بوده است. نشانه بعد 8 ماه مرگ پدر تولد شد و به گفته خود خانم حفیظ و به پدر نصیب نشد که فرزندی ششم خود را ببیند. خانم حفیظ و گفت بعد رهایی شوهرش از بازداشت در استانبول او آبستن شده بود و عمرعلی هم تولد این کودک را انتظار بود. با گفته وی در روزایی که برای تولد در زایشگاه به سر میبرد فرزندان وی را در خانه‌اش جمعیت مسلمانان محل زیستشان نگاهوبی میکنند. حفیظ و همسر عمرعلی قوتوف یک مخالف حکومت تاجیکستان ماه مارس سال جاری از ترکیه خارج شد و حالا با 5 فرزندش در یک کشور غربی پناهنده شده است. ماه پناهندگی سیاسی را به این خانواده سازمان ملل متحد داده است و آنها حالا در یک خانه دولتی زندگی میکنند.